بسم الله الرحمن الرحیم. از طرف خودم به عنوان ملا امام قریه علی سید و از طرف همه مجموعه مردم علی سید که حالا شما در ویدیوی مجموعه مردم را می‌بینید به عنوان شرکا و مشترکین برق عمومی علی سید عرض سلام، احترام، عرض ادب داریم خدمت تمامی کسایی که ویدیو را مشاهدن و می‌گیرن، مخصوصا خدمت برادران و عزیزان مردم علی سید که در مسافرت به سر مبرن در جایی که هستند، در کشوری که هستند، عرض سلام و ادب و احترام از طرف مجموعه همه مردم علی سید خدمت همه از دوستان. غرض از تجمع امروز در اینجی و طوری که در ویدیو شاید شما بینگرنین در پیش خانه برق علی سید به این دلیله که خیلی ها در جریانن امی برق علی سید از بودجه همبستگی ملی در سال 1390 یعنی دقیق 14 سال پیش هم امروز جور شد. خب کار ماشینالات معمولا استهلاک داره، فرسودگی داره. در طی 14 سال هر سال عوارضای جزئی می آمد توسط مردم کم کم چون در توان مردم بود برطرف می شد. اما متاسفانه در اثر گذشتی 14 سال بعد از 14 سال حالا از تیر ماه به این طرف این مردم مخصوصا مسئول برق‌های محمد حسین نظری متوجه شدن و به مردم هشدار دادن که این دستگاه برق در استهلاک 100% رسیده. یعنی دیگه همون آهنایش در اثر نشت آب در اثر مرور زمان به حد فرسوده شده که قطعا باید تمام وسایلش نو شونه. تلاش شدی طرف و طرف و همون کسایی که دستن در کار بود، با کسایی که انجینیر بود، متخصص بودن، بودجه زیر مفاهمیدن یا سازندهش بودن، تماس گرفته شد. اونا گفتن که هزینه ساخت امی وسایل از برق مجدد 1 لک افغانی هزینه داره. این 1 لک افغانی فعلا در نظر مردم یک جوگ بسیار خطرناک میدودون شی و پرداخت شی، به خاطر از اینکه این مردم کلگی متوجه نمال در وضعیت فعلی افغانستان، وضعیت فعلی جاغوری، مخصوصا این وضعیت فعلی علی سید خشکاوی ها، این مشکلات شدید اقتصادی، پرداخت 1 لک افغانی برای برق با نیاز شدید به برق برای مردم خیلی سخته. در توان مردم نبود. همه جمع نمینج کلگی مشترکای برق منتها همگی انمال تلاششان ایه و دستشان را دراز کردن به عنوان همکاری به سوی همین برادرای مسافری که همین ویدیو رو میگیرن. بلده برقی که خیلی عادت کردن این مردم به این برق در سطح منطقه برقی به نظیر بود، بهترین برق بود و این یک هفته اگه نباشه این مردم به خیلی از مشکلات برمخورن. لحاظا این مردم جمع شدن و تجمع از دم پیش خانه برق دلیل شیعه که یک عرض داشته باشن، یک دست همکاری دراز کنن و دست همکاری برادران مسافر خود بفشارن که این برادرایی که در جریانن و امور برق را متوجه اینا تذکر دادن که تمام تورپین مبلغ 1 لک افغانی مصرف داره. همین تورپینی که فعلا کامل فرسوده شده 100% و ما اگه بخوایم این برق خود را کم برق مطمئن جور کنیم و امیدوار باشیم که برق بر سالهای دیگه کم دوام مونه و برای مردم بهتر فایده میده، در کنار تورپین میگن که 2 تا ترانس هم لازمه که او ترانس حالا برای تنظیم برق و بهتر ادامه دادن برق لازمه. او هر 2 ترانس هم هر کدامش شاید در حدود اطراف 1 لک هزینه مبره. با او خاطر حدود 3 لک افغانی حال تمام 1 لکش برای مردم خیلی سخته. این 3 لکش در توان مردم نیست. ما به نیابت از طرف از همه مردم یک بار دیگر دست همه مهاجرین، مسافرین، برادرای خارج از علی سید در هر جایی که هستن به گرمی میفشارم و از همگی اونها دعوت میکنیم. شما خیلی کارهای خیر کردین، شما در مراحل مختلف که ما در مشکلات تنگنا بودیم کمک کردین، دست ما رو گرفتین. امی یک مورد دیگر هم حس برادریتان تحریک شوه ان شاء الله. در قسمت از کمی علی سید امی برادرایشون کمین جمنده دیست چه همه جای کوتاه امینا محروم از برق نشنن ان شاء الله. یک بار دیگر توجه شما و امو حال خیریه هایی دارین، شخصا هر رقم در توان شما با این مردم هم کاری کنید. خداوند به همه شما توفیق عنایت بفرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بر برادرای مهاجر، برادرای مقیم استرالیا و خارج که است. از طرف بنده سلام خدمت شما عرض می‌دارم و چیزی که قابل گفتار بود آقای زاهدی خدمت شما عرض کرد. فقط از موی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت تمامی برادران مقیم خارج سلام علیکم تقدیم می‌داریم.
از خدای متعال سلامتی و سرافرازی شما را استدعا داریم. بعد عرض شود این که شما برادرای مقیم خارج در گذشته هم کمک های بسیاری کردین بخش منطقه علی سید، از جمله منبر و مسجد سابقه علی سید توسط همکاری شما آیین چادرپوش شد. خداوند به شما اجر و خیر و فراوان عنایت کنه انشالله. و این دفعه باز هم برق علی سید که نیاز شدید هر خانه در حال خراب شدن و در حدود مبلغ 1 لک افغانی خرج ترمیم و تعمیر داره. دیگه مصارف بالاتر از او و همچنین یک ترانس دیگر نیاز داره که او هم قیمتایش دقیقا نمیدونیم در چی مبلغیه. البته خودی مردم هم در این مصارف سهم میگیره به قرار توان، چون در اینجا کاروبار نیه و درآمدی وجود نداره، بنابراین مردم در فقر و در بیکاری روزمره خود تیر مونه. امیدواریم باز هم برای مردم علی سید کمک حتی المقدور خود را در نظر بگیرید و برای تعمیر ای برق در مصرف آن سهم بگیرید و خصوصا در این زمانی که هوام خیلی سرده و برق هم برای هر خانه کمی زیاد ضرورته. بناهن و این مصرف زیره و شما اگر هر چیز زودتر برای مردم در نظر بگیرین و کمک شینین، مردم از شما استقبال منه و هر خانواده علی سید از خرد بزرگ در حقشون دعای خیر منه که این دعای خیر در کاروبار روزمره شون انشالله برکت میندازه و در ضمن اجر و ثواب بیشتر هم برایشون داره. اینمی است که کل اینمی برادرای علی سید اینمی انتظار از شما داره و امید که این دفعه هم جواب مردم را لبیک بگین و مثبت باشه. خداوند شما را در پناه خود نگه دارد و خداوند شما را موفق در کارات روزمره شما داشته باشد. دیگه شما را به خداوند کریم و رحیم اسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله. خدا حافظ شمایان. سلام عرض ادب همینه که آجی صاحب برادر همه چیزار بلدهشم گفتک دیگه مو انیمیتر گیر مانده و برادر چیز پول مولی هم نیه کمی رو جور کنه. امیم در روی در خرابیه امروز دمی هوای برفی برادر امین جمع شده ایم خراب شده. امیر شما یک همکاری کنید باشه از طریق وجوهات خم میشه همکاری کنید. آقای زایدی میگه نایب امام اجازه میده از طریق وجوهات خود وجوهات سهم امام میتونید کمک کنید امیر برادر آباد کنیم دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب خدمت برادران علی سید در مقیم خارجه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض این که این عوارض برق خیلی مشکلی زیاد خلق کرده برای مردم مشکلات های زیاده از قدرت مردم بوده و همکاری شما مردم نیاز داریم. خداوند شما رو نگاه کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برای کلی برادرای مقیم خارج. آقای زایدی همه چیز را تشریح داد دیگه. دیگه نیاز نیست که مو بگی دیگه. اگر همکاری خدمت دیگه نکنیم که مو خیلی ممنون از شما دیگه. دایم همه وقت بوده عالم هسته. و السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم ای برادران اهل خارج، سلام من برسد به شما. خیلی ممنون، تشکر از همکاری های شما. این مال فعلا امو نیاز ده شدید نیاز ده برق داره که برق از مو هم فعلا در روی ده خرابی است دیگه. فعلا خدا حافظ، توکل شما به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم عرض سلام و احترام دارم خدمت تمام پدران و مادران مقیم کشورهای خارج که همیشه ما را دست ما مردم را گرفتن، در هر راستای ما را کمک کردن. ما تشکر ویژه داریم. واقعا خدا شما را حفظ داشته باشه، خدا گذشتگان شما را بیامرزه و طبقی که مشکل این دفعه را بلده شما توضیح داد.
مشکل بلده شما گفتک. امیدوارم بازم ما را کمک کنین و مثل سالهای گذشته که نمونهشی در این اواخر اما آهنپوش منبر بود و که با خوبی و بسیار به وجه احسن پیش رفته کارایشی به اتمام رسید. از او بعد از او به دنبال از او آشپزخانه جدیدی که کهنه بود استفاده نمیشد دور ساخته شده و به دنبال از او امیر رنگمالی که شدید نیاز داشت منبر به رنگ روغن که استهلاک شده بود در سالهای گذشته و ریختگی داشت که هم کارایشی انقریب به تمام است دیگه. فقط هم مسجد کوچیک بالایی مانده که ما بابت از اون تشکر ویژه می‌کنم از شما مسافرین محترم و دیگه گفتنی زیاد نداریم. امیدوارم که این بار بازم دست ما مردمی مستضعف را بگیرید و در این بخش برق هم را کمک کنید انشاءالله. تشکر از کلگیشم. در پناه خدا باشید. سلام خدمت تمامی برادران عزیز مقیم خارج و استرالیا. بنده محمد حسین نظری هستم. 14 ساله که برقیم در منطقه ایم و تا جایی که امکان داشته که در برق پینه پترک دو دیگه یال آهنایش کامل فرسوده شده، پرایش فرسوده شده که نیست از در غلایش همش در سر گردوی انداخته شده که دیگه قابل استفاده نیه. ما این مردم رو جمع کردیم اینجا خبر کردم که این برق نهایتا یک هفته دیگه کار کنه یا 2 هفته دیگه کار کنه، بیشتر از او کار نه. بازی مردم هم که میگن زیر خط فقر قرار داره، مجبور شدیم روز جمعش داریم اینجا که دست طرف شما دراز کنیم. امیدواریم که دست ما را خالی بر نگردانیم و ما هم که در 3 ماه یا 4 ماه مثلا در هر خانه 3 بار 4 بار تا 5 دفعه هم که مرون پیسه که ما خانه 100 افغانی مرا میدیر مدگیر بنام چون توان از مردم نشون نداره، کار نیه و این رای درآمد نداره. کسایی که یک کم پول و وضعیت چی خوب بوده که از این رفتن. امی 4 نفر غریبی این منده که دستی همکاری طرف شما دراز کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت تمام بیننده هایی که مقیم خارج داخل هستند. خدمت شما عرض شده که برق الیسیت دمی طول 12 یا 13 سال گذشته واقعا یک برق بهترین بوده ده. دیگه شخصا خود بندم میمویم در الیسیت دمی طول چند روزی که دوم یا چند شبی که من دوم اینجی در الیسیت واقعا برق خیلی بیسور شده، خراب شده. دیگه از شما برادرایی که مقیم خارج هستن و مقیم داخل کشور هم هستن مشکل نداره، یک لطف کرده همکاری کن بخش از مردم. واقعا مردم از مو توانمندیشی نداره، توانمندی که به حساب امید تورپین نو کنه یا مثلا برق جور کنن. دیگه اگر امکاناتش باشه، اگر چیزش باشه، شما مردم قبلا هم خیلی همکاری کردین. خانه پدرش ما باد، خانهش ما باد. دیگه بازم دست همکاری مردمی از مو بخششم دراز منه. لطف کن اگر امکاناتش باشه کمک کن، خیلی خوب میشه. این مردم واقعا خیلی واقعا توان نداره، دستشم درد نکنه. دوستای عزیز یک ذره وقتشم را گرفتم و من الله توفیق. بخیر باشین، جور باشین. اینمی برق منطقه الیسیت 14 سال پیش در زمان حکومت حامد کرزی بود. به نظرم با هزینه 1.5 میلیون افغانی ساخته شد. یک برنامه بسیار خوبی را در اون وقت امی حکومت ها داشتن زیر نام انکشاف قریجات. خوبی او حکومت های قبلی بود که هر چند سال بعد یک بودجه برای حفظ و مراقبت امی رقم پروژه های اختصاص میداد که هر بخشی پروژه ها در اثر گذشت زمان اگر فرسوده یا کهنه میشد باید اونا دوباره ترمیم شود یا از نو خریداری شود. اما حکومت فعلی برای انکشاف قرارداد هیچ گونه برنامه و پروژه‌ای که نداره هیچ، بلکه سالانه یک مبلغ گزاف و کمرشکنی را از مردم حالا زیر نام عشر جمع‌آوری میکنه. او هم در شرایطی که مردم به علت خشکسالی‌های دوامدار هیچ برداشتی از زمین‌های زراعتی ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستای عزیز. میتونین گیرینم در خانه برق. یعنی خانه برق بسیار وقته که خرابه. فعالیت از زیاد تقریبا 14 سال میشه کار کرده. همه چیز از فرسوده شده. از بولبرین گرفته، از بار گرفته، از کل چیز گرفته. یعنی مردم کسا تواناییش یک ذره ضعیفه. از شما یک خواهش داره، اگر خواهش بسیار پذیرفتش نه بسیار خوب میشن. بردی همزی مردم واقعا مردم فقیره در این زمان نداره همچنان چیزی اگه دیست چه بگیرین بسیار خوب میشه. دیگه مردم به برق نه یگان وقتی که اگر شما شوق کنین انشالله بایندم اینجی همزی برق یگان روز لذت ببرین که ولاد این منطقه یک برق وجود داره، یک مردمی وجود داره که خلاصه همی جایشم را پر کرده دم اینجی. شما ما میار تانا نیلین دیگه. یک خواهش داری از شما. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز امیدوار که جور و صحتمند باشید. غرض مزاحمت اینه که می برق از مدت 12-13 سال میشه که جور شده. بعد از او دیگه خیلی وضعیت شدیدمال خرابه دیگه. امیر یک کمک و یک یاری کن قد از مو امیر خیلی هزینه‌اش هم کلان هم توان مردم نمیرسه. مردم همو 500 روپیه که ایجارش از این سال دیگه سال میرسه و نور نداره. چی بیزه که خانه مثلا 5-6 دلار افغانی جمع کنه یا جور کنه. دیگه از توان مردم بوره. شما حداقل خود گنجم در روشنگی مثل فکر سرطرف از مو غریبو هم باشه. تشکر از راه دور دیست همه شما میبوسم. خدا حافظ شما. خدمت همه دوستان و عزیزان مقیم کشورهای خارج سلام و عرض و ادب و احترام داریم. امی ویدیویی را که دیدین امی گپای ملا امام امی منطقه و همچنان موسفیدا جوانا، یعنی کلش گپای واقعیتی بود که اینمی برق و اینمی سیستم برق منطقه الیسیت دیگه کاملا فرسوده شده، از بین رفته و این نیاز به یک تعمیر بسیار اساسی داره با یک بودجه هنگفتی که این مردم دیگه توان پرداختش را نداره. مردمی که واقعیتش ما مال در بین این مردم هستیم، اکثر از این مردم خرج زمستان خود نداره. خب امی گپ خود مسئول برق هم شنیدین که میگه ما ماهانه که برای گرفتن بیل برق مرم حتی کسایی هست، خانواده هست، فامیلای هست که حتی توان پرداخت همو بیل برق قرار ندارن. چی برسه به اینکه اینقدر مصرف گزافی کال برق بالا کرده خلاصه توان پرداختش داشته باشه. بنان خواهش ما از امی دوستایی که از امی خیرین و از امی بزرگوارایی که مقیم کشورهای خارج هستند و در توانش هستند و میخواین که با امی مردم کمک و همکاری کنه، خلاصه امی کمکش از امی مردم دریغ نکنه. همینجا در کنار ما آقای محمد حسین نظری است به عنوان مسئول امی برق که 14 سال میشه که مسئولیت امی برق به عهده داره. دیگه دوستایی که اگر خواست کمک کنه، همکاری کنه، شماره واتساپ آقای محمد حسین نظری در پایین همین ویدیو هست. شما میتونین که از طریق واتساپ با آقای محمد حسین نظری به تماس باشین و اگر کمکی داشته باشین با ایشان تماس بگیرین. سلامت سرفراز باشین. خداحافظ.